ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи романи сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати романи сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 17-ро аз рӯи ин роман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. қисми 11. تو این رو دانسته باش که حیدرقل، من 100 حیله و نیرنگ دارم. برای اجرای مقصدم از هیچ وسیله دست نمی کشم. اگر لازم شود روباه می شوم، مار می شوم، کژدم تگی بوریا می شوم. اگر لازم شود سنگ می شوم، آهن می شوم، آب می شوم. جایش آید بلبل می شوم، گل می شوم، فرشته می شوم، اولیا می شوم. لیکن کاری خودم می دانستگی را می کنم. از پس من کریم را فرستاده چی می کنید؟ وی بچه گل را با یک نرانگشتم زده نیست می کنم. حالا صبر کرده ایستا مخصوم، به 100 رنگ نی، به 1000 رنگ درایی هم ما تو را زده نیست می کنیم. من هنوز نمردم و نمی مرم. بله تا تو را نیست نکنم نمی مرم. کریم تنها نی، من با وی هستم، خلق با وی است. من تو را، حیله های تو را می دانم ظالم. می خواهی من به تو حاضر یک حیله خود را نشان دهم؟ در یک چشم به هم زدن خواهرت و جیانت عایشه را به نزد بالینت حاضر می کنم. با آنها گپ زن، درد دلت را گوی. شاید به واسطه آنها من به تو قرین شوم. کنی یک چشم به هم زن، چشمانت را پوش. خواهر عزیزم، جیانک مهربانم، مظلومگانم، برای چی گپ نمی زنید؟ من از رنگ و رویتان دیده ایستادم که حالتان بد است. در عذاب و مشقت زندگی می کنید، خار و زار شده اید. ای واه، روی گل برین تر و تازه و رخساره های سرخ و سفیدی تو را چی شد عایشه؟ برای چی انقلاب شد که شما از عذاب خلاص نمی شوید؟ برای چی ما خون ریختیم، قربانی دادیم، تخت و تاج امیر را به خاک یکسان کردیم که شما روزی نیک را نمی بینید؟ خیر، صبر کنید. بسیارش گذشت، اندکش ماند. کریم با لشکر انقلاب برای خلاصی شما، برای زیر کردن فتنه و فساد به راه می درآید. بله کریم، کریم جان. حیدرقل چشم گشاده در بالای سرش همشیره شفقت را دید که با تبسم بر روی او نگاه کرده ایستاده است. چی شد؟ خواب دیدید مگر؟ می پرسید وی. کریم گفته جیغ زدید. خواب، گفت حیدرقل. ساعت چند؟ ساعت قریب 5 شد، گفت همشیره و به طرف در نگاه کرده اضافه نمود. به دیدن شما یک عسکر بچه آمدگی، خوابتان بردگی بود، صبر کرده ایستا گفتم. جیغ زنید، کریم بودگیست، گفت حیدرقل و چشمانش را مالیده سرش را به طرف در برگردانید. در حقیقت از در کریم در لباسهای حربی در آمد و بروی کتی او به وضعیت حربی چست داده ایستاد و گفت: السلام علیکم رفیق کمیسر. کماندیر خرد کریم به دیدن شما حاضر شد. رحمت، گفت حیدرقل هم با نیم آواز ولی با لحنی فارم. بیاشین. کریم
بروی حیدرقل در کرسی نشست. وی که حیدرقل را همیشه سالم در حرکت و زنده دل دیده عادت کرده بود، بروی کت بیمدارانه افتادن او را دیده دلش یک درجه نازیح شد و خوریش آمد، ولی اظهار نکرد و زوراً با تبسم گفت: رفیق حکیموف از نام نمایندگی کمینترن سیوم و رفیق یورینیف از نام سفارت حکومت روسیه به شما سلام رسانیده زودتر صحت شدنتان را آرزو دارند. خودشان احتمال روزی دیگر به دیدن شما بیایند. سلامت باشند، گفتماند حیدرقل و پس از نفسی پرسید: احوالت چخیل؟ خودت نغز؟ من نغز، سلامتی بجا، با خرسندی جواب داد کریم. سلامتی شما عین مدعا. هرچی جراحی درست گذشته است شنیده جان گرفتیم. دکترها خرسند، اکنون به خیستن اجازت میدادگیند. نمیدانم، گفت حیدرقل، حالا نامعلوم. تو کی می روی؟ کارهای تیاری به آخر رسیده ایستاده است. من به زودی پس از یگان هفته به راه برآمدنی. حیدرقل تأمل کرده چه اندازه بی‌صبری او را در پیش نظر آورد. شبهه نیست که کریم هرچی زودتر به سوی بایسون رفتنی، هرچی زودتر دشمنی جان و دشمنی یارش را از میان برداشتنی و به وصل محبوبش رسیدنی. لیکن فرماندهان او را نقص می دانند. اگر حیدرقل صحت می شد البته با کریم همراه می گشت، با کریم مصلحت دهنده می شد. افسوس که من همراه تو رفته نمی توانم، گفت وی با ندامت. حیله و نیرنگ های اسد را من نقص آموخته گرفتم. می ترسم که تو را فریب دهد. شما البته بهتر می دانید. لیکن این دفعه دسته مخصوص از جوانهای کوهستانی و فداکار تشکیل داده راهبرانی دانشمند و با تجربه را با ما همراه کردند. 2 توپ سبوک کوهزن دادند. پولیمیوت های چرخی و دستی داریم. اسبها را بردم کردیم. ما رفته یک بار به جنگ نمی دراییم. اول چندگاه با وضعیت آشنا می شویم، قوه ها را به گرد او جا به جا می مانیم، بعد به هجوم می گذاریم. دانسته کار کن، دانسته، گفت حیدرقل. خودش را نشان نداده گشتنی وی بیدرک نی. از خودش می ترسد، از آدمانش می ترسد، از همه شبه می کند. وی مثل ارتیست افتش را دیگر کرده هم می تواند. وی می تواند ناگاه پیدا شده ماند، می تواند در آن جای پیدا شود که تو هیچ گمان نکنی. وی تو را چپ غلط داده از پست از پهلویت آمده ماندنش ممکن. بدی کار در این جا که وی مردم قشلاقهای آن گرد و اطراف را نمیدانم با چی مکر و فریب به تأثیر خود گرفته حکومت بخارا را به نظر آنها بد کرده نشان می دهد. این را تو می دانی. بنابراین دانسته با صبرانه کار بردن لازم. تا توانی از بین آدمانی اسد به خودت یاری دهنده پیدا کن. با عایشه رابطه پیدا کن و دختری جسور. بله، همین طور کن. به من خبر رسانده ایستا، همه ی حادثه ها را نویس. دانسته باش که در دست اسد عایشه و بی رجب اسیرند. مبادا به آنها به مظلومه های من آسیب رساند. در این باره ما فکر کردیم، کارمان را دانسته می کنیم. این نقص، لیکن گفت کریم، ما سپارش رفیق ترسون خواجه‌ایف را در نظر داریم. چی سپارش؟ کریم هنوز لب نکشاده دردی سخت افزای حیدرقل را تغییر داد و او بی اختیار نالید و با دستش پهلویش را قپید. همشیره شفقت که در آنجا بود زود به سر او رسید و کدام یک دارویی را به او خورانیده به کریم گفت که از خانه برآید.
کریم هنوز چیکار کردنش را ندانسته ایستاده بود که دکتر در آمد و او کریم را به سوی در برد و بعد خودش به سر بیمار نشست. دردی سخت و قطال قریب نیم ساعت دوام کرد. دکترها هرچی توانستند کردند. داروهای گوناگون سوزن کردند که به دلش قوت دهند. داروی دفع درد سوزن کردند که آسوده شود و نهایت موفق شدند. حیدرقل پس از نیم ساعت آرامید و چشم پوشیده آسوده نفس گرفت. قریبی فرو رفتی آفتاب و چشم کشاد و پرسید که عصا آمد یا نه؟ به او گفتند که دکتر آمدن آدمان را منع کرده است. حیدرقل بازاری و تولا التماس کرد که دکتر را جیغ زنند. دکتر آمد. حیدرقل گفت که اگر عصا و میرک نام پسر بچه آمده باشند البته به نزد من گذارند و با آنها گپی ضرور دارد. دیگر هیچ التماس نمی کند. دکتر دید که اگر التماس او را رد کند شاید حالش از این هم بدتر شود و بنابراین همشیره را فرمود که خبر گرفته ایستد اگر آدمانی نام برده بیایند برای 15 دقیقه صحبت کردن گذارد. لیکن از دست آنها یگان چیزی خوردنی نگیرد. پس از نیم ساعتی دیگر عصا و میرک در نزد حیدرقل نشسته بودند. من عمری زیاد دیدم، می گفت وی با آوازی پست. من گرمی و سردی زمانه را حس کردم، شیرینی و تلخی دنیا را چشیدم. اکنون مرم هم چندان آرمان ندارم. لیکن یک سپارشی همدم و رفیق خودم سید پهلوان را اجرا نکرده ماندم. وی هم باشد خواننده به میدان کاروزار برآوردن میرک. این کار را من به تو عصا جان می سپارم. این طور نگویید امک، گفت عصا که دلش گنده شده بود. خودتان صحت شده برآمده همه ای کارهایتان را بود می کنید. در آن قطار این کار را هم. معلوم نه پسرم، معلوم نه. البته تا ریشه در آب است امیدی ثمر است گفتند. من هم که هنوز دلم از تپیدن نمانده است امید دارم که کلان شده به بایه رسیده به چشم نمایان شدن و آدمی درست شدنی میرک را بینم. لیکن کی می داند؟ عالم حادث. از سخنان حیدرقل که با آواز خسته آهسته و دردمندانه گفته می شدند میرک طاقت نکرده گریست. گریه نکن پسرم، گفت حیدرقل. بهتر که حاضر به من وعده کن و خلطی که مشکابی را غنداشته مانده البته به خواندن می روی. مادرت بی کس نه، خواهرانت هستند، یزنهایت هستند، سرابانی می کردگی ها هستند. اما تو باید خوانی به تاشکند یا به مسکو رفته خوان. من باوری دارم که تو آدمی درست می شوی. چی گفتی؟ میرک از زوری گریه در حال جواب دادن نمی توانست. از جانب وی عصا جواب داد. البته قول می دهد که به خواندن می رود. کی گپ شما را رد کرده بود که اکنون کند؟ قول می دهم، گفت میرک هم آهسته. حیدرقل اندک تبسم کرده ماند و پس از دم خاموشی گفت بله پسرم، البته خواندم، ملا شو، عالم شو، به مملکت آدمی در کاری شو. من در بساطم چیز و چاره کذایی ندارم. لیکن عصا جان وصیت من به تو همین که من همه چیز و چاره های اندک خود و حولیچه خودم را به میرک می بخشم. خواهشمندم که تا پگاه از نام من وصیت نامه نوشته بیار، من امضا می کنم. عصا با علامتی ریزا سر جنبانید و گپ نزد. گریه گلوی او را هم سخت فشرده بود.
قسم 13. نظام الدین یکی و تنها در خانه نیم تاریک دهقانی بروی نمد چرکین خورجینی را به زیر سرش گذاشته بیدار دراز کشیده بود. حالا در تنی وی آن کستیومی هوارنگی ماخود نبود، بلکه از روی کلوچه شلواری عادی خاکی رنگی عسکری، یک چکمنی سبوکی سفید رنگ، در پاها موزهی پاشنباریکی بخاری دوختی خرام، در سر تلپکی قراکولی سگلابداری نیم داشت. در چشم پنسنی نبود و ریشی 2-3 روز باز تراشیده نشده سیخچه زده برآمده تی منه و نیم رو را فرا گرفته بود. یکی و تنها در خانه نیم تاریک دهقانی دراز کشیده خوابیده و سرگذشت روزهای آخر را از پیش نظرش می گذرانید. بلی، تنجی، فراغت، دولت، حشمت و کیف و صفا هم به قفا با کیم کجا ماندند و رفتند. برعکس غربت، بی کسی، خاری و زاری، سختی و مشقت پیش آمد و گویا این ابدی و همیشگی بود و آنها عموماً نبودند، خواب و خیال بودند. وصل یار رفت و فراقی او بیماند. کس در عین کیف و حضور، در عین لذت و کامرانی نمی داند که آن دقیقه ها تیز می گذرند و می روند و آن دم مثل زرحلی قلبکی روی آهن است. از یک مالشی دستی فلک می پرند و می روند و ابدالآباد همین آهنی سخت متین و سرد می ماند. نظام الدین آزاده، نازک طبع، انجیق و یرکه بود. یرکه دولت و پول و مال بود. هر چیز را نمی خورد، در هر جا نشست و برخاست نمی کرد و با او تابعانش از بینی بالا گپ زده نمی توانستند. حالا وی بروی نمدی چرکینی پر از کیک و افلاسی دراز کشیده خوابیده است و دیروز این طرف نانی درست نخورده است. این هم میلش. در وقتی از بخارا در فایتون کرایه برآمدنش نمی دانست که صحت سلامت از دستی چیکه نجات یافته می تواند یا نه. تمامی بدنش ورجه گرفتگی ها بر این می لرزید و چشمش سیاه می رفت. به کاگان نرسیده از فایتون پیاده شد و تا فرو رفتن آفتاب در شورزارها و خارستان اطراف کاگان دور از چشم مردم ترسیده گشت و نهایت پس از تاریک شدن هوا مانده و خسته شده به وگزل آمد. از واهمه‌ای که در وگزل کاگان به وی روی داد قریب دلش کفیده بود. ساعت از 8 بیگاه گذشته فانوس‌های زلی کلان وگزل را افروخته بودند و یکی و تنها در بین خلق عوام بسیاری که روس هم بود، قزاق هم بود، ازبک و تاجیک هم بود می نشست. یگان نفر شناس آشنای به نظر نمی نمود. این خوب بود. در تالار انتظاری هوا فاسد شده بود. مردم پپیراس، مخارک و باز کیمچی ها را می کشیدند. بچه کچه های مردم در خود همانجا خورده شاشه کرده می خوابیدند. غلغل مردم گوش و مینه او را بیجا کرده بود. لیکن بغیر از صبر دیگر علاجی نبود. به یک کناری نیمکتی دراز می نشست و گزیته را که در دست داشت نمی خواند ولی با آن هر زمان رویش را از نو وارد شدگان پنهان می کرد. هنوز بلیت نخریده بود.
در نزد دریچه بلیط فروشی آدم بسیار بود و نمی توانست در برابری آنها ایستاده به نوبت بلیط گیرد. فکر کرد که همین طور به بلیط به پای سوار می شود. در راه اگر بلیط پرسند کی بودن خود را می فهماند یا کی پول داده خلاص می شود. در همین فکر و اندیشه ها بود که ناخواست یک نفر کارگری راه آهن در لباس سیاه و فرشکه رسمی کارگران راه آهن به نزد او آمده ایستاد و با لحنی عجیب به زبان ترکی شکسته گفت: ببخشید سردار تکلیف دارند که شما به کابینت آن کس بیایید. هوش از سر وی پرید و انیق گمان کرد که چیکه فرمانی تبید او را به دست در آورده اکنون از همین جا بندی کرده به بخارا می برند. لیکن با وجود آن خود را به دست گرفته گفت: شاید شما سهو کرده باشید. می دانید به کی مراجعت کرده اید؟ نه، من سهو نکردم، گفت آن مرد با جدیت. من به ناظر داخلیه جمهوری بخارا مراجعت می کنم. دیگر برای وی جای شبهه‌ای نماند. مردانوار از جا برخاست، گزیته را چارقد کرده و کیسه شلواری ماهوتی هوایی رنگ انداخت، پنسنه را درست‌تر کرده گذاشت و خود را 100 طعنه زد که چرا از خودی بخارا لباس عوض نکرده است. اگر لباس عوض می کرد و چشمش عینکی سیاه می ماند شاید او را نمی شناختند. اکنون کاری می شدگی شد، دلیر استادن لازم. در کابینت سردار از جا برخاسته او را پیشواز گرفت. دیگر کسی نبود. نظام الدین حیران شد و اظهار نکرد. سلام رفیق ناظر افندی، گفت سردار به زبان روسی. مرحمت آمدید و چرا به نزد من ندر آمدید؟ شما را به تشویش ماندن چی لازم؟ گفت تبسم کرده نظام الدین. بعد من خواستم که کمتر در بین خلق باشم، احوال آنها را فهمم. مرا تنقید کردن می خواهید؟ میلش، گفت سردار و به نظام الدین جا نشان داده خودش هم به جایش نشست. بنای وکزل را ریمانت کرده شکست و ریختش را درست کرده برای مسافران شرایط بهتر مهیا کردن لازم. لیکن پول نیست، اسباب و انجام نیست، مصالح. اگر حکومت بخارا کمتر یاری میداد هیچ نباشد خودی وکزل کاگان را ریمانت می کردیم. میلش، گفت نظام الدین. من در این باره به حکومتمان عرض می کنم. البته یاری می رسانیم. کاگان هم استنسه خودمان کو؟ بله، گفته سردار خرسند شد. کاگان هم تابعی بخارا. استید که چطور شد و شما به اینجا قدم رنج فرمودید؟ من تا به خرشی رفتن می خواهم. سپارش تعجیلی و تا 1 درجه مخفی شد. خواهشمندم که به خرشی رفتنی مرا کسی نفهمد. خاطر جمع باشید. لیکن بلیط به وگان کلاسی 3 می شود. ما را معذور دارید که حالا به این خط راه آهن پایزدهای سکاری و پشتوای نمی گردند. باکی نه، من می دانم. سردار به کس تلفن کرد. زود به وی 1 تا بلیط آورده دادند. من خودم شما را می شنانم. در کوپه علاهیده خدمتگاری وگان می روید. سلامت باشید، گفتمان نظام الدین. تا برسیدن پاییزد گویا که سال گذشت. نمی دانست که به سؤالهای سرداری وکزل چی جواب دهد و می ترسید که آدمانی چیکه 1 باره آمده مانده او را در کابینت سردار داشته گیرند. هر زنگ زدنی تلفن او را 1 قد می پراند. برعکس کار هر زمان تلفن شده می ایستاد. خیریت که سردار را هر زمان جیغ می زدند و او عذر گفته بیرون می برآمد و دقیقه ها نیست شده می رفت. نهایت پاییزد آمد.
خودی سردار او را به وگان برآورده در خانچه علاهیده پاسبانی وگان جایگیر کرد و خیر خوش کرده رفت. پس از براه افتادن پاییزد و آهی سبوکی کشید و به پاسبان سپارشی داده سرش را به بارین گذاشت تا قرشی آسوده خوابید. در ساعت 2 بعد از نیم شب او را بیدار کردند. به قرشی رسیدیم، بیدار کنید گفته بودید. ها ها گفت سراسیمه از جا برخاسته نظام الدین و از وگان پایان فرآمد. در پایان 2 نفر آدمانی به میلیسیونرها مانند او را پیشواز گرفتند. به وگان برآمده خورجینش را گرفته فرآمدند و از پس بینای وگزلی قرشی گذرانیدند. به اسبی یورغه سوار کردند. تمام شب راه گشتند. قریب سفید شده ایستادنی روز به یک قشلاق رسیده دم گرفتند. باز بیگاهی به راه در آمده روزی دیگر به این قشلاق دامن کوه رسیدند. مشایعت کننده ها او را به همین خانه گذاشته خودشان برای از راه خبر گرفتن برآمده رفتند. نظر به گفتی مشایعت کنندگان یگانه راهی منزلی اسد مخصوم از طرف عسکران سرخ اشغال شده و گذرندگان را می داشتند. بنابراین جوانها رفتند که راه دیگری پیدا کنند. بروی حوری قدم مانده آمدن کسی شنیده شد و خیالهای نظام الدین پراکنده گشت. از در یک مردی میان سینی که در سر سله خاکستر رنگی 2 پیچه، در تن جامه قلمی ابر آستر، میانش با روماری بسته شدگی، به پایگه خانه کفش را کشیده با پاهای چرکین بروی نمد قدم مانده به او نزدیک شد. نظام الدین از جا برخاسته نشست و دستی دراز کرده مردی ریشکلان را گرفته اندکی فشرده ماند. هرچی سلامتک هستید، خوش آمدید به کلبه کمینه غلامتان. شما صاحب این حوری هستید مگر؟ پرسید نظام الدین. وقتی که ما رسیدیم شما را ندیدیم. من سحرکتی به کوه رفته بودم، کارم بود. بعد کمتر چکری کنده آوردم، گفت آن مرد. بچه ها گفتند که شما آمدید به بیچاره خانه ما منزل کردید. بسیار نغز، اینجا خانه خودتان. با حضور راحت کنید، دلتان هرچی جوید فرمایید. به قدر حال خدمت می کنیم. رحمت، تشکر، گفتمان نظام الدین و از دلش گذرانید که اگر تو آدم می شدی از همان ریواجی چکری کنده آوردگیت به یگان لعلی گذاشته پیشکش کرده می آوردی. از روی شنیدم شما مخصوم را دیدن می خواهید، پرسید آن مرد. مخصوم را؟ مخصوم گفتگیتان کیست؟ خورسیده پرسید نظام الدین. شما گفتاری 17 را از روی رمانی تختی واژگونی نویسنده خلقی تاجیکستان جلول اکرامی در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبов. پایان گفتار از سلسله خوانش بدیعی. شاد باشید.